سالهای شرکت سیمان تهران. به دیدار خانم آلما و سایه می رویم. 4مین باری است که خانم آلما را می بینیم. با حضور ایشان جلسات ما منظمتر و پربارتر شده و سایه بیشتر دل به کار می دهد. خانم آلما سالاد مضبوط و نفیسی درست کرده که این سالاد را نوه‌هایشان سالاد ماما آلما می نامند. این را هم بگویم که عاطفه شیفته مهربانی و صمیمیت و بی‌پیرایگی خانم آلما شده و به همین زودی رابطه گرم و دوستانه میانشان به وجود آمده. امشب وقتی سالاد ماما آلما را می‌خوردیم و شکر پروردگار عالم را به جا می‌آوردیم، خانم آلما بی مقدمه به عاطفه گفت: عاطفه، تو دختر خیلی خوبی هستی. من از این به بعد به تو میگم عاطفه جان، برای اینکه دوستت دارم. من کسانی رو سالهاست که میشناسم ولی به اونها جان نمیگم. فقط با کسی که نزدیک هستم و میپسندمش میگم جان. از این به بعد به تو میگم عاطفه جان. عاطفه تکان خورد، هم شاد شد هم متأثر. از خانه قرار گذاشته بودیم که این بار درباره شرکت سیمان تهران که سالها محل کار سایه بود بپرسیم. با خانم آلما هم هماهنگ بودیم. البته سایه این نوع هماهنگی ها را توطئه خائنانه مینامد. بنامد. ما که با ایشان در الفاظ مناقشه نداریم. تا فرصت مناسب به دست آمد عاطفه پرسید: استاد، چی شد شما رفتین به کارخانه سیمان برای کار؟ سیمان و شعر؟ خیلی ها مثل شما با تعجب این سوال رو از من پرسیدن. تو اون سالهای 30 و 31 و 32 وقتی شعرهای من تو روزنامه چاپ میشد و پدرم اونا رو میخوند خیلی نگران میشد. واقعا همیشه نگران این بود که مبادا یه بلایی به سر من بیاد. میخواست هر طوری شده منو از اون فضای عجیب و غریب بیرون ببره. پس پدرتون شعرهای شما رو میخوند؟ لابد، گمان میکنم. با شاعری من البته مخالف بود، ولی بیچاره پول چاپ کتاب اول منو نخستین نغمه ها رو داد. میفرمودید؟ بله، یادم سالهای 30 و 31 وضع مالی پدرم خوب نبود. اصلا بعد از مرگ مادرم یه دفعه وضع زندگی ما زیر و رو شد. تا مادرم بود ما توی ناز و نعمتی زندگی میکردیم. پدرم یه روز یه نامه برام نوشت که من با این که وضع مالیم خوب نیست حاضرم ماهی 1500 تومن بهت بدم. خیلی پول بود 1500 تومن. اون موقع یه دانشجو که میرفت خارج با 300 تومن میتونست زندگی کنه. پدرم گفت حاضرم ماهی 1500 تومن برات بفرستم بری فرانسه یا بلژیک طب یا حقوق یا حتی ادبیات بخونی. من فهمیدم که میخواد منو از فضای تهران دور کنه. یادمه تو همین لاله‌زار با کیوان این نامه رو داشتیم میخوندیم. داشتیم میرفتیم طرف خونه نادرپور. کیوان پرسید: چیکار میکنی؟ میری؟ من با خنده گفتم: سنگر رو که نمیشه خالی گذاشت. استاد، تلقی پدر شما از حزب توده چی بود؟ هیچ وقت با من صحبت نکرد. برداشت شما چیه؟ تا همین لحظه بهش فکر نکردم، ولی بیشک مخالف بود دیگه. پدرتون بیشتر چه نظام سیاسی رو میپسندید؟ آدم سیاسی نبود پدرم. من به این موضوع هیچ وقت فکر نکردم، ولی خب این که کار حکومتی قبول نمیکرد نشون میده که بیشک موافق حکومت نبود. داشتید درباره شرکت سیمان میگفتید. آره، بعد از این که نامه پدرم رو خوندم بهانه کردم که من سربازی نکردم و پاسپورت نمیدن به من. بعد پدرم به من گفت برو پیش عمود، اون همه کاره این مملکت رو میتونه این مشکل رو حل کنه. 1 بار 2 بار 10 بار به من گفت. قبلا هم به من گفته بود که عمود هی به من مینویسه که من شنیدم هوشنگ تهرانه بیاد منو ببینه. یادمه 18-19 ساله بودم و عموم احمد علی خان میومد خونه ما که منو ببینه. من میگفتم بگید نیستم، نمیخواستم ببینمش. چرا؟ میگفتم اینا پولدارن و به ما ربطی ندارن. بله، بالاخره یه بار پدرم اومد تهران و منو با خودش برد خونه عموم. چه سالی؟ سال 25-26. این عموم احمد علی خان اون موقع تو خیابون 30 متری
جلوی ژاندارمری که اون موقع مرز شهر بود یه خونه ساخته بود. من با پدرم رفتیم اونجا. عموم 2 تا سگ گنده داشت و صحبت شد که این سگ‌ها روزی چقدر گوشت میخورن. من اخم کردم. از خونه که اومدیم بیرون به پدرم گفتم من دیگه اینجا نمیام. گفت چرا؟ گفتم پای دیوار خونهش مردم دارن از گرسنگی میمیرن، اون وقت این روزی فلان قدر خرج سگ‌هاش میکنه. پدرم برای اینکه من آروم بکنه گفت آخه این سگ‌ها حکم نگهبان دارن. من گفتم 1/10 خرج این سگ‌ها رو به آدم‌هایی که پای دیوار خونش دارن میمیرن بده، اونا جونشون هم براش میدن. یه روز پدرم به من گفت برو پیش عموت برات معافی بگیره. سپهبد جهانبانی که رئیس نظامه با عموت دوسته. پدرم گفت تا من بالاخره یه روز رفتم محل کار عموم. پیش خدمتش اومد جلو. گفتم با آقای ابتهاج کار دارم. گفت نیستن. گفتم بگین هوشنگ اومده و برگشتم و دیگه نرفتم. بعد عموم از پدرم پرسید که هوشنگ چرا نمیاد. پدرم گفت اومده. عموم گفت بابا من 10 تا دوست دارم که اسمشون هوشنگه، من از کجا بفهمم این هوشنگ کیه؟ لااقل فامیلیشو میگفت. گذشت تا 28 مرداد شد و پدرم به تهران اومد و دید که من زندم و بعد یه نامه نوشت به شوهر عمه ناتنی من سرتیپ صفاری. به او نوشت که یه کاری برای هوشنگ دست و پا بکنید. من رفتم پیش او. سرتیپ صفاری گفت آقای ابتهاج چرا برای من نامه نوشته؟ عمود همه کاره مملکت و کلی تشکیلات داره و اله و بله. آقای صفاری خیلی به من احترام میذاشت و منو به عنوان شاعر میشناخت. البته اون موقع آقای سایه هم خیلی شهرت داشت و مثل امروز نبود که یک گوشه بنشینه. این جمله آخری را با طنز و نیشخند میگوید. بعد شوهرعمه‌ام منو به عموم معرفی کرد و گفت برو پیش عموت. رفتم. تصادفاً اون روز عموم بود. رفتم و عموم نگاهی بهم کرد، انگار چهرم یادش رفته بود. گفت که شنیدم شعر میگی. گفتم بله. یک نگاه پرافسوسی به من انداخت. نگاه سایه تماشا دارد، یعنی حیف ول معطلی. بعد گفت چیکار بلدی؟ گفتم هیچ کار. گفت چیکار میتونی بکنی؟ گفتم همه کار. بعد رئیس دفترش آقای طاهری رو صدا کرد و گفت هوشنگ برادرزاده من از شنبه میاد دفتر با شما کار میکنه. اونم تعظیم کرد و پسکی رفت. پرسیدم شنبه چه ساعتی باید بیام؟ گفت نمیدونم، ظاهراً 8:30 شروع کار. من شنبه رفتم پیش آقای طاهری و اون هم با احترامات رفتار کرد. با طنز و طیب این جمله را میگوید. از همون روز آقای طاهری دید که من از مصدق حرف میزنم و اون هم هوادار مصدق بود و دیگه محرم شدیم تا حدی که اگه میخواست به عموم اعتراضی بکنه جلوی من میکرد. براش جالب بود که این چه آقای ابتهاجیه که از مصدق و مارکسیسم حرف میزنه. یادش بخیر چند بار هم کیوان اومد اونجا و شوخی میکرد که سایه کارمند رو هم ببینیم. لبخند میزند. این شعر بهار غم‌انگیز رو من تو اتاق طاهری ساختم. بیچاره طاهری هم تلفنچی، هم ماشین نویس، هم منشی مخصوص آقای رئیس بود. بعد از چند وقت بهش گفتم تلفن‌ها رو من جواب میدم. خیلی زود همه شماره‌های تلفن رو حفظ شدم، مثل یک تلفنچی حرفه‌ای. خلاصه این شد شروع کار ما در اونجا. هنوز که سیمان تهران تأسیس نشده بود. نه، این یه شرکت ساختمانی بود، مقاطعه کاری میکرد. استاد، عموتون که رئیس شما بود از عقاید سیاسی اجتماعیتون اطلاع داشت؟ بله، کاملا میدونست. البته ما در این موارد صحبتی با هم نمی کردیم ولی میدونست. کار شما تو سیمان تهران چی بود دقیقاً؟ بعدها من رئیس امور اداری شرکت بودم. شرکت چند تا بخش داشت، امور مالی، فروش، فنی و اداری که هر کدوم رئیس داشت. مثلا دفتر و کارگزینی و اینا زیر نظر من بود. یادتون هست اولین حقوقتون چقدر بود؟ شروع کار برای من 350 تومن تعیین کردن. اون موقع تو دزاشیب یه خونه اجاره کرده بودم که سالانه 3500 اجارش بود.
ماهی 300 تومن اجاره خونه داشتم و 350 تومن حقوق ماهانه. عاطفه: کارتون رو دوست داشتید استاد؟ فوق‌العاده زیاد. من از 6 مهر سال 32 تا آبان 54 اونجا کار کردم. ببینید یه حسابداری بود با 50-60 تا کارمند. من میتونستم حکم بکنم، ولی تمام لیست اضافه حقوق و فلان و طبقه بندی کردم. اصلا طبقه بندی مشاغل و بار اول تو ایران من درست کردم. این کارو من اختراع کردم، یعنی اینکه وظایف هر کارمند و نسبتی که با کار کارمند دیگری داره، چه حوزه عملی داره، چه محدودیتی داره، این مسائل رو بررسی می‌کردم و بر مبنای اون حقوق هر کس تعیین می‌شد. از کارگر ساده تا رئیس کارخونه به نسبت کاری که انجام میدادن حقوق براشون تعیین می‌شد. عین همون کار رو تو رادیو کردم. خیلی دقیق نسبت‌ها رو پیدا کردم. ماها وقت گذاشتم برای این کار. 50-60 تا کارمند بود که زیر دست آقای امیرخانی بودند. من بودم و آقای زاکریان و آقای فروهی رئیس کارگزینی. به اینها گفتم بچه‌ها با من کار میکنید. اینها هم واقعا دوست داشتن منو. گفتن بله. تا 5-6 بعد از ظهر تو شرکت می نشستیم و کار می کردیم. بعد می اومدم خونه و تا 12-1 شب کار می کردم. طبقه بندی مشاغل یه چیز خیلی حساسیه، چون قبلا کسی نکرده بود. من این کار رو انجام دادم. استاد، شما با عموی بزرگتون ابوالحسن ابتهاج هم ارتباط نزدیک داشتید؟ نه، خیلی ندیدمش. یه چند باری خونهشون رفتیم و بیشتر تو مهمونی‌های خونه این یکی عموم احمد علی ابتهاج میدیدمش. این اواخر که لندن بود رفتم دیدمش. دیگه حواسش میرفت و میومد. چند بار پرسید شما حالا چی کار میکنید؟ من جواب ندادم چون بیکاره بودم. زنش گفت ابتهاج، بهت که گفتم ایشون شاعرن. این عموم اگه کسی با عدد سر و کار نداشته باشه داخل آدم نبود براش. واقعا اینطوره. تفلک دلش خون شد که آخه این هم برادرزاده شد که ما داریم. قطعا تو دلش خیلی قصه خورد. لبخند میزند. خانم آلما: ما رفت آمد اصلا نداشتیم با اینها. شاید تو مهمونی ها 2 سال 1 بار هم دیگر رو میدیدیم. این دیدارها هم پیشتر به این اعتبار بود که من با این عموم تو شرکت سیمان کار میکردم. قبل از این و بعد از این رابطه‌ای با هم نداشتیم. خانم آلما: تو بانک ملی همه ازش میترسیدن. به خاطر همین روحیش از چشم شاه افتاد و حبسش کردن. بله قربانگو نبود اصلا. واقعا یه آدم فوق‌العاده بود. آدم دقیق، سختگیر و تند. حتی بارها تلفن رو برداشته پرت کرده به طرف مدیر کل و معاون و فلان. پرت و پلا رو تحمل نمی کرد. خیلی آدم عجیبی بود. یه اقتصاددان برجسته و خیلی معتبر که تو خارج هم میشناختنش. خیلی آدم درستی بود. احمد علی ابتهاج چه جور آدمی بود؟ یه آدم فوق‌العاده باهوش که کارشو خیلی خوب بلد بود. در واقع تو کارش نابغه بود. در عین حال یه آدم مستبد که از دربان شرکت تا بالا همه ازش میترسیدن. پیش اومد که با شما تندی کنه؟ لبخند میزند و با آرامی میگوید نمیتونست با من اونجوری برخورد کنه. یه روز من مریض شدم رفتم دکتر. بعد منو صدا کرد تو اتاقش. این آقای طاهری وایستاده بود. آقای مهندس توماسیان شریکش هم بود. یه نفر دیگه هم بود. خب من هم رئیس امور اداری بودم، هم منشی رئیس هیئت مدیره بودم و هم منشی محرم هیئت مدیره. یعنی تو جلسات هیئت مدیره هم بودم و اونا همه حرفاشونو جلوی من میزدن. من میدونستم که هر حرفی رو چجوری باید بنویسم که مشکل ایجاد نکنه و در عین حال هم حرف گفته بشه و سند باشه. هیچ کس به من نمیگفت چجور بنویس. من همه حرفا رو میشنیدم و یه یادداشتی برمی داشتم و بعد صورت جلسه تنظیم میکردم. یه چیز هم بهتون بگم، گاهی که بحثای کاری اینها بالا میگرفت و خب من هم نگاهشون میکردم دیگه، با خودم میگفتم که تو این لحظه من بزنم زیر آواز چه اتفاقی ممکنه بیفته و اینها چه عکس العملی خواهند داشت.
این یکی از فکرهایی بود که همیشه تو این جلسات با من بود. همینقدر بگویم که سایه در این پیرانه سر هم مانند یک کودک بازیگوش است. خلاصه اون روز مهندس ابتهاج تو اتاقش من گفت هوشنگ چی شد رفتی دکتر؟ گفتم بله. گفت خب چی شد؟ گفتم چند تا آزمایش داده، آزمایش خون و فلان. گفت چی شد آزمایش؟ گفتم حالا میرم دیگه. بی‌حوصلگی و کلافگی از لحنش پیداست. گفت پس چرا تا حالا نرفتی؟ اون هم قد من هم قد. گفتم آقا میرم با کمی تندی. کم کم صدام رفت بالا. بیچاره طاهری رفت کار خیری بکنه. تو اون جمع که دوستها و همکاران عموم نشسته بودن رو کرد به من و گفت چرا نمیگی آقا پول نداشته بره آزمایش. من فهمیدم که بیچاره مهندس ابتهاج پیش همکاراش خجالت کشیده، برادرزادش پول نداره بره آزمایش. داد زد باید بری، همین امروز باید بری. من هم گفتم امروز نمیرم. گفت نه باید بری. حالا مگه کسی میتونه به من بگه باید بری؟ گفت من میزنم پس گردنت که بری. میخواست محبت بکنه و در عین حال فضا رو از حرف طاهری منحرف بکنه. گفت میزنم پس گردنت. گفتم هیچ غلطی نمیتونید بکنید. حالا این آدمی بود که وزیر و سپهبد می اومدن تو اتاقش بیرونشون میکرد. داد میزد که پاشو برو و سپهبد دمش رو میذاشت رو کولش رو میرفت. حالا تو اتاقش کسی با صدای بلند باهاش حرف بزنه؟ داد، الف داد را کشیده میگوید، یعنی فریاد بلند. زدم سرش که هیچ غلطی نمیتونی بکنی و در رو به در زدم و اومدم بیرون. طاهری برام گفت که وقتی من از اونجا آمدم بیرون مهندس توماسیان به عموم گفت شما چرا با اینجوری حرف میزنی؟ این آرتیسته. قشقش میخندد. عموم داد زد که لاابالیه، برای معالجه خودش هم قدم بر نمیداره. لحن عصبانی و شاکی عمو را تقلید میکند. هرگز در عمر عموم چنین اتفاقی براش نیفتاده بود. خب عموم هم هر روز با من کار داشت. هر روز زنگ میزد که هوشنگ بیا مثلا به دکتر عالیخانی زنگ بزن و بهش بگو فلان فلان شده، چرا فلان کار ما رو معطل کردی. خلاصه یه روز به من زنگ نزد، پیش خدمت پیغام می آورد که آقای ابتهاج گفتم فلان کار رو بکنید. خب اینطور نمیشد، خیلی چیزها رو باید مستقیم به من میگفت. بعد به من تلفن کرد که جناب عالی از ته دل و با مهربانی میخندد. خب همیشه به من تو میگفت، در واقع برام مثل پدر بود دیگه. میگفت جناب عالی زنگ بزنید به فلانی. خلاصه 2-3 روز شده بودم جناب عالی. تو این مدت من هم به اتاقش نمی رفتم. من هم با پیش خدمت بهش پیغام می دادم. از اونجا بود که برخوردهای ما شروع شد. این فضا عوض شد، ولی خب 2 آدم قد بودیم و از اون روز عموم فهمید که من هم مثل اون قدم و زیر حرف زور برو نیستم. ولی این قضیه مقدمه برخوردهای بعدی شد. بعدش که همازنش مرد عموم اصلا چنان پریشان شد که همه شرکت رو نابود کرد. رئیس کارخونه رو که براش خیلی قیمت داشت اخراج کرد. رئیس حسابداری رو اخراج کرد. من رو اخراج کرد. عاطفه شما رو؟ بله. من هم رفتم به وزارت کار شکایت کردم و وزارت کار هم حد اکثر ممکن به نفع من رأی داد و رأی هم ابلاغ شد به شرکت. احمدعلی ابتهاج گفت که من نمیدم. من به یکی از کارمندها پیغام دادم که برو با آقای ابتهاج بگو که مطابق قانون من تمام قوانین رو حفظ بودم و وزارت کار درباره قانون کار با من مشورت میکرد که همیشه نظر من به نفع کارگر میشد و درست هم بود نظرم. اگه 10 روز از صدور حکم بگذره و پرداخت نشه من میتونم طبق قانون اون صندلی رو که روش نشستی تأمین بکنم. یعنی میتونم از اموال شرکت به انتخاب خودم حقم رو بردارم. گفتم با آقای ابتهاج بگید که من از میز و صندلی اتاق خودت شروع میکنم. هیئت مدیره جلوی مهندس ابتهاج ایستاد که اولا بیخود کردی اینو اخراج کردی و در ثانی حالا در برابر قانون چه سماجتیه که میکنی؟ من یک چک گرفتم که مبلغش
690,000 تومان بود. سال 54 خیلی پول بود. به هر حال چون این چک رو خودش امضا کرد و به من داد، یه نوع پیروزی بود دیگه. لبخند بی حالتی میزند. بعد از این قضایا باز عموتون رو دیدید؟ نه، ولی همیشه خوابشو میبینم. سایه مغموم شده و به فکر فرو رفته است. دلیل اخراج شما چی بود؟ چند تا مسئله بود. یکیش کار من تو رادیو بود. دیگه اینکه وضع روحی مهندس ابتهاج همون موقع خیلی خراب بود. بدبین شده بود و شرکت رو نابود کرد. خیلی ها رو اخراج کرد. درباره مرگ مهندس ابتهاج بگید. 2-3 ماه بعد از این که اخراج شدم یه روز خونه بودم. یکی از کارمندای من، آقای رجایی، تلفن کرد که آقای ابتهاج یه لحظه بیام ببینمتون. گفتم بفرمایید. بعد او اومد و من تو اتاق خواب دراز کشیده بودم. گفت مهندس ابتهاج امروز افتاده تو دره و از بین رفت. خوب یادمه گفتم چرا اینطوری. بعد هم هر قدر گشتن از جادرود تا دریا جسدشو پیدا نکردن. من همون موقع ساختم آن که سنگ 100 بنای نونهاد، سنگ گوری هم نصیب خود نبرد. چهره سایه در هم رفته است. مدتی سکوت می کند. خانم آلما رو به سایه می گوید و با لحن عتاب‌آلود طیب‌آمیزی می گوید سایه، برای بچه ها گفتی که چقدر ولخرج بودی؟ با اون همه حقوق باز 1-2 ماه حقوقت رو جلو می گرفتی؟ عاطفه: اعتراف کنید استاد. سایه می خندد. سیگارش را می گیراند و گلویش را صاف می کند و با لحنی حق به جانب می گوید من وقتی شدم رئیس امور اداری روی کاغذ در حکمم حقوق من بود 15,860 تومان. اون موقع بالاترین حقوق در ایران و شرکت نفت میداد که 5,000 تومان بود. دریافتی من در پایان سال، یعنی کل پولی که میگرفتم تقسیم بر 12 میشد، ماهی 31,600 تومان. ولی من هر ماه با آقای فیروزگر حسابدارمون میگفتم آقای فیروزگر 5,000 تومان برای من بفرست. اون با ترس و لرز میگفت آقا شما حقوق 3 ماه بعدتون رو هم گرفتید. میگفتم میدونم، با پرخاش و عتاب. اون بیچاره هم پول میفرستاد و بعد این پولها رو میبردم صفحه میگرفتم، نوار میگرفتم. چون در تمام اون سالها آلما از من چیزی نمیخواست، نه طلایی، نه کفشی، نه کلایی. همه پولا رو خرج میکردم. هر چی دلم میخواست میخریدم. یک لحظه به ذهنم میگذرد که این شکوه جام جهانبین که در شعر سایه آمده معنایش همین هیمنه به شکوه و جبروت شگفت است. عاطفه: مگه همه پولهای شما دست آلما جون نبود؟ نه خیر، مگه من دستم اینطوری بود؟ دستش رو کج می کند که پولمو به دست دیگری بدم. خانم آلما با خنده می گوید ببینید که من از دست سایه چی کشیدم. پس از همدردی مفصل با خانم آلما از سایه می خواهیم ادامه بدهد. قانون گذروندن که کارگرها سهیم بشن در کارخونه ها. خب ما به نوعی کارگر حساب می شدیم. مقررات بود که هر کارگر اجباراً باید معادل 1 سال حقوقش سهم شرکت رو بخره و معادل 3 سال حقوق هم اختیاری بود. خب من سهام اختیاری رو میخوام چیکار بکنم؟ ولی معادل 1 سال حقوق رو به من سهام دادن. سهم 8,000 تومانی روی کاغذ که فقط اسمش 20,000 تومان معامله میشد. من همون روز سهمم رو به قیمت 8,000 تومان به کارمند حسابداری فروختم. یعنی من هیچ وقت سهامدار شرکت نبودم. سیگاری دیگر روشن می کند. پیداست که می خواهد نکته نقضی را فاش کند. من تا این اواخر حساب بانکی هم نداشتم. خانواده ما، منظورش زن و بچه هایش است، هیچ وقت تو هیچ بانکی پول نداشته. این اواخر من ناچار شدم حساب باز کنم. یه روز با آقای زهرایی رفتیم بانک ملی رازی، جلوی دانشگاه حساب باز کردیم. حالا هم لابد اون حساب بسته شده چون دیگه نرفتم اونجا. یک حساب هم سر همین خیابون تو بانک ملت دارم، بعداً باز کردم که خیلی همین بچه ها به من لطف دارن و هر وقت میرم کارمو زود راه میندازن.
استاد در سوئیس حسابی ندارید؟ با صدای بلند میخندد. حساب بانکی میخواستیم چیکار؟ پولمونو خرج میکردیم دیگه. به حساب بانکی دیگه نمیرسید. بیت حافظ را سرخوشانه میخوانم: چو گل گر خورده ای داری، خدا را صرف عشرت کن، که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی. در عمل من این کارها رو کردم، در عمل نه در ادعا. خوب هم زندگی کردیم. آلما اینجا نشسته دیگه. خانم آلما حرف سایه را تایید می کند. بچه های من اون چه دلشون میخواست خوردن. نمیگم همیشه زعفران پلو بود. هرچی دلشون خواست پوشیدن، هرچی دلشون خواست خریدن. هیچ وقت هم خانواده در فکر تجمل نبود. دلیل هم داشت، چون معاشران من بهازین بود، کسرایی بود، نادرپور بود، شجریان بود، لطفی بود و این آدم ها هم که به تجمل و مبل و صندلی توجه نداشتن و اصلا دنبال این حرف ها نبودن. من با کسی معاشرت نداشتم که تجملات و مبل و فرش و خونه براش اهمیت داشته باشه، ولی همیشه بهترین دستگاه های صوتی رو داشتیم. هر شب رفت و آمد بود تو خونه ما و مهمان بود. با اینکه 4 تا بچه هم داشتیم، اما هیچ وقت آلما غر نزد که چه خبره و زله شدم. تا بعد از نصف شب خونه ما ساز بود و آواز بود. چه برنامه‌های زنده یا صفحه و نوار. واقعا اونطور که دلمون خواست زندگی کردیم، چون اهل تشریفات نبودیم. فکر میکنم از همه اعیان شهر بهتر زندگی میکردیم. خانم آلما: یادمی که سایه 1 ماه ما رو فرستاد سفر انگلیس. همیشه هم کنار دریا میرفتیم. من همیشه لباسهای خودم و بچه ها رو خودم میدوختم. یادمه یه بار تو خیابون نادری یه بلوز دیدم، از رنگش خوشم اومد، برای آلما خریدم. وقتی بردم خونه آلما تعجب کرد. جز اون بلوز من هیچ چیز برای آلما نخریدم. البته هر وقت انگلیس رفتم از اونجا براش لباس میخریدم. خانم آلما: هنوز هم بعضی از اون لباس ها رو دارم. در انگلیس یه فروشگاهی بود به نام لافایت که اجناس فرانسوی رو اونجا میفروختن و گرونترین جا بود. من میرفتم اونجا و برای آلما خرید میکردم. من ساعتها اونجا بودم و یکی یکی لباس ها رو میدیدم و واقعا انتخاب، بر کلمه انتخاب تاکید میکند، و واقعا انتخاب میکردم. یه بار دیدم که فروشنده ها با تعجب و همچنین با یه تحسین آمیخته به حسرتی منو نگاه میکردن که این زن کیه که این مرد میاد با این حوصله و دقت براش لباس انتخاب میکنه. واقعا آلما هیچ وقت چیزی از من نخواست. عاطفه: آلما جون، شما نصیحت نمیکردید استاد رو که ولخرجی نکنه؟ خانم آلما: نه، برای اینکه سایه به حرف کسی گوش نمیکنه. تو خونه ما از اول تا حالا، چه موقع که داشتیم و چه نداشتیم، هیچ وقت مسئله پول مطرح نبود. من حتی پول شمردن رو بلد نیستم. راجع به پول هیچی بلد نیستم. پیش میاد که به مشتریم پول اضافی پس میدم. در نتیجه تو این کارها دخالت نمی کردم. میگفتم سایه پول بده برم خرید. میگفت چقدر میخوای؟ میگفتم انقدر. هیچ وقت هم به فکر پسنداز کردن نبودم. فقط وقتی سایه به زندان رفت و خونه نبود این کارو کردم. زندگی رو گردوندم و کیوان و آسیا که میخواستن برن خرج سفرشونو دادم. چون وقتی اومدن سایه رو بردن ما واقعا پولی نداشتیم. روزی که منو به زندان بردن توی جیب من 375 تومن پول بود. دست کردم جیبم و پولو دادم به آلما. گفت پیش خودت باشه، لازمت میشه. اصلا نمیدونستم که بچه ها چجوری باید زندگی کنن. سکوت میکند و به دیوار خیره میشود. خانم آلما: بعد از زندان رفتن سایه من شروع کردم به رفتن به قم و کاشان که پشم قالی بخرم. اتوبوس سوار میشدم، گاهی تنها و گاهی با فاتی میرفتم. اون موقع کاموا نبود. میبافتم و پهن میکردم تو اتاق مهمونی و دوستان میومدن میخریدن. حالا کیا میخریدن؟ زن تبری میخرید و پوزخند میزند. خانم آلما:
همینجوری یه مقدار پسنداز کردم و یه روز رفتم 1000 تومن به مأمور زندان دادم که بده به سایه، با یه تیکه کاغذ عجیب که آلما نوشته بود ما حالمون خوبه، قرص باش. به گریه میافتد. خانم آلما. سایه فقط یه بار به خونه تلفن کرد، بغض کرد و شروع کرد به گریه کردن تو تلفن. بهش گفتم چرا گریه میکنی؟ تو باید محکم باشی، نه ترس باشی. یادت سایه؟ سایه سرش را تکان میدهد، با تحسین و مهربانی خانم آلما را نگاه میکند. چند لحظه میگذرد. یه شاعری هست به اسم رسول حمزاتوف. این بزرگترین شاعر اتحاد جماهیر شوروی بود. یه شعر داره میگه که اگه 1000 نفر تو رو دوست داشته باشن، یکی از اونها رسول حمزاتوفه. اگه 100 نفر تو رو دوست داشته باشن، یکی از اونها رسول حمزاتوفه. اگه 10 نفر تو رو دوست داشته باشن، یکی از اونها رسول حمزاتوفه. اگه 1 نفر تو رو دوست داشته باشه، اون رسول حمزاتوفه. اگه هیچ کس تو رو دوست نداشته باشه، بدون که رسول حمزاتوف مرده. خانم آلما لبخند زد و تکه‌ای شکلات زنجبیلی در دهان گذاشت. سالهای رادیو. نکته‌ای درباره یکی از مسائل مربوط به حضور سایه در رادیو پرسیدم. سایه خیلی جدی گفت این مسئله رو بذاریم برای یک وقت دیگه که به طور مستقل درباره حضور من در رادیو صحبت کنیم. چون وقتی من به رادیو اومدم یک جریان خیلی مهمی در فرهنگ این مملکت به راه افتاد. همونقدر که بدشانس بودم که خیلی از هنرمندان مهم از رادیو رفته بودن، مثل مرحوم خالقی، وزیری، فلان و فلان. حالا یا فوت شده بودند یا کار نمی کردند. مثلا آدمی مثل بنان دیگه نمی خوند. همونقدر هم خوششانس بودم که هنرمندان جوونی مثل شجریان، لطفی، علیزاده، مشکاتیان، فرهنگفر و دیگران رو جمع بکنم و یک جریان عظیم موسیقی به راه افتاد که اثرش هنوز هست و فکر میکنم که سالیان درازی همچنان اثرش باقی میمونه. میارزه که ما به طور جداگانه درباره این موضوع صحبت کنیم. باید سر فرصت و با دقت راجع به این قضیه حرف بزنیم. این تنها موضوعی بود که سایه پیشنهاد داد و پیش قدم شد تا درباره‌اش گفتگو کنیم و نشان می‌دهد که حضورش در رادیو و کارنامه‌اش در این عرصه چقدر برایش اهمیت دارد. استاد، چطور شد که به رادیو رفتید؟ آقای رضا قطبی دعوت کرد. با ایشون آشنایی داشتید؟ قبل از رفتن من به رادیو یه بار به من نامه نوشته بود که جناب آقای فلان، از شما دعوت میکنم که برای عضویت در هیئت داوری کتاب شعر سال رادیو و تلویزیون فلان روز تشریف بیارید، ساعت 9 صبح و نهار هم مهمان ما باشید. من از این ور و اونور پرسیدم که موضوع چیه. گفتن که یه هیئتی هست که آقای رویایی هست و فلان هست و فلان هست. من هم نوشتم آقای رضا قطبی. جناب آقا ننوشتم. با اطلاعی که از هیئتی که شما برای داوری تشکیل دادید پیدا کردم، از قبول دعوتتون معذورم و از نعمت مهمانیتون محروم. هوشنگ ابتهاج. مرسوم بود که بنویسند با تقدیم احترامات فائقه که من ننوشتم. بعد به من گفتن که قطبی نامه رو برداشته و رفته به رویایی اینها گفته ببینین، به شما میگم کار درست بکنید. یکی رو هم که من دعوت کردم قبول نکرد. یه بار هم در اولین سال جشن هنر شیراز قرار شد در کنار جشن هنر، بیرون از برنامه‌های جشن هنر بود در واقع، 2 شب شعر بذارند. شنبه شعرای قدیمی مثل شهریار و مهدی حمیدی شیرازی و کیوکی، یک شنبه شعرای شعر نو، من و نادرپور و مشیری و کیوکی. برای خوندن شعر یه عده از شعرایی که مرده بودن مثل نیما و یا نیامده بودن، من و نادرپور 2-3 ماه با یه عده گوینده کار کردیم. نوارهاشو دارم، چیز جالبیه. گوینده ها کی ها بودن؟ ایرج گرگین، آقای اخوت، خانم ژاله کاظمی و خانم پروین صادقی اگه اشتباه نکنم. این گوینده ها می اومدن خونه من
کوشک و من و نادرپور شعرها رو میدادیم به اینها بخونن و توضیح میدادیم که چجوری بخونن. شعر شعرای غایب رو اینها خوندند. حالا یه قصه هم داره. من از تهران که میخواستم برم شرط کردم که دوشنبه صبح باید تهران باشم. کار مهمی تو شرکت سیمان تهران داشتم. روز یکشنبه پیش از ظهر من رفتم به ستاد جشن هنر. هنوز جشن هنر تشکیلاتی نداشت و مقرش توی پادگان نظامی بود. گفتم من فلانی هستم، فردا صبح با چه هواپیمایی باید پرواز کنم؟ این گفت من چه میدونم و اون گفت من چه میدونم. اوقاتم تلخ شد. یکی گفت هواپیما نیست آقا، با لحنی خشک و بی‌اعتنا. حالا فکر کنید من توی پادگان نظامی هستم و قطبی هم پسردایی ملکه مملکت و واقعا از قطبی بیشتر از یه وزیر حساب می بردن. گفتم برید به این رضای قطبی بگین تو چرا کسی رو دعوت میکنی میاری اینجا ولی نمیتونی به قولت عمل کنی که این بره به کارش برسه. در رو محکم بستم و اومدم. گفتم من امشب شعر نمیخونم. نادرپور گفت تو نمیخونی من هم نمیخونم. مشیری گفت من هم نمیخونم. خب اون زمان خیلی خطر داشت این کار. میگفتن داره اعتصاب راه میندازه، کارشکنی میکنه، برنامه رسمی رو به هم میزنه. من گفتم نادر جان تو به من چی کار داری؟ شما برید شعرتون رو بخونید. میگفت نه بالاخره دیدم کار داره بالا میگیره. به نادرپور گفتم بریم من هم شعر میخونم. خلاصه شعرم رو خوندم و رفتم سر جام نشستم. بعد یه خانم اومد و یه پاکت داد به من و گفت اینو آقای قطبی فرستادن. باز کردم دیدم بلیت درجه 1 هواپیما برای فردا صبح ساعت 8. این دوتا سابقه رو با قطبی داشتم. تا نوروز 51 رفتیم شمال. رضا سید حسینی و خانم و بچه هاش هم با ما بودن. تو رستوران داشتیم نهار میخوردیم. اون موقع رادیو ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر برنامه گلهای رنگارنگ پخش میکرد. من هم طبق معمول میگفتم که این قطعه با اون قطعه جور در نمیاد و اینجا شعر رو غلط خونده و از این حرفا. سید حسینی گفت سایه بیا این کار موسیقی رادیو رو به عهده بگیر. گفتم پرت و پلا چرا میگی؟ به من چه مربوطه؟ من با رادیو چیکار دارم؟ من نه ساز میزنم نه میرقصم نه آواز میخونم، به من چه؟ گذشت. روز 16 یا 17 فروردین سید حسینی به من زنگ زد و گفت هر چه میخوای به من بد و بیراه بگوی و فحش بده. من دهن لقی کردم و دیشب در جلسه تلویزیون گفتم که ما عید با فلانی بودیم و چقدر خوش گذشت و ضمناً گفتم که این چیزها رو راجع به موسیقی رادیو گفتی. قطبی هم گفت چه خوب از فلانی هم دعوت کنیم. من کلی با سید دعوا کردم. گفت هر چی میخوای به من بگی بگو که گفتم. قشقش میخندد. یاد روزی میفتم که سایه با اندوه بسیار از مچاله شدن استاد سید حسینی زیر بار غم درگذشت فرزند میگفت و برای دوست دیرینش قصه میخورد. خلاصه سید حسینی گفت که هرچی میخوای بگی بگو. من فقط تلفن کردم که بهت بگم ممکنه امروز فردا یه ساعت دیگه از دفتر قطبی به تو تلفن بکنن. چند وقت بعد خانم فولادبند منشی قطبی به هم تلفن کرد و گفت میشه یه لحظه گوشی رو داشته باشید چون آقای مهندس قطبی میخوان با شما صحبت بکنن. قطبی گوشی رو برداشت. سلام و حال و احوال و شما سفر میرید و ما رو نمیبرید و بعد گفت میتونم ازتون خواهش کنم که یه وقتی به من بدید. خیلی آدم زیرک و خیلی آدم با تربیتی بود. لحن سایه پر از تحسین و اعجاب است. آره گفت یه وقتی به من بدید که من بیام خدمتتون. خب من میدونم که وزیر و سپهبد و ارتش بود از قبل از اون وقت میگیرن و قطبی هم 5 دقیقه به اونا وقت میداد. گفتم نه آقای قطبی من میام پیشتون. گفت پس خودتون بفرمایید که کی تشریف میارید. من هم گفتم هفته دیگه روز فلان ساعت 3 بعد از ظهر. گفت من منتظرتون هستم. رفتم اونجا و 2-3 ساعت نشستیم.
7-8 بار جهانبانی رئیس دفترش اومد و گفت فلانی منتظره، بهمان منتظره. قطبی گفت بگید منتظر باشن. آخر هم به جهانبانی گفت همه قرارها رو کنسل کن. عاطفه: تو اون جلسه چه مباحثی مطرح شد؟ یه مقدار حرفای خصوصی و حالا احوال کرد و بعد قضیه رو مطرح کرد. گفتم من نه ساز میزنم نه آواز میخونم، من چیکار با این کارها دارم؟ قطبی گفت اتفاقا درست به همین علت میخوام شما بیای، چون اگه یکی از این اهالی موسیقی رو بذاریم دیگران نمیخوان زیر بار برن. حالا به غیر از شخصیت شما این امتیاز رو هم دارید که کسی با شما رقابتی نداره. گفتم آقای قطبی نمیدونم شما منو چقدر میشناسین. گفت من ابتهاج ها رو خوب میشناسم. از شکل و شمایل و لحن سایه چنین برمی آید که منظور آقای قطبی این بوده که صابون ابتهاج ها به تن من خورده. بهتر از شما میشناسم. آدم بدبخت میشه با اینها کار کنه. گفتم از بچگی پدر و مادر و دایی و خاله هیچ کس نمیتونست به من بگه این کارو بکن این کارو نکن. حالا هم بدتر از بچگی هم هستم. گفت بله خوب میدونم، ابتهاج ها رو خوب میشناسم. قرار نیست کسی به شما امر و نهی بکنه، شما دستور میدین ما اجرا میکنیم. خلاصه از 16 فروردین تا اول خرداد هفته‌ای 3 جلسه، هر جلسه 3-4-5 ساعت من با قطبی جر و بحث داشتم. هی شرط میذاشتم، مثلا بهش میگفتم آقای قطبی من بنان رو خیلی دوست دارم، صداشو خیلی دوست دارم، هنرشو دوست دارم، ولی اگه گفتم بنان نباید بخونه نباید بخونه. گفت بله. گفتم اگه رفتم همین 4 راه ارگ، رادیو اونجا بود دیگه، یکی رو از تو خیابون آوردم که نه صدا داره نه میتونه آواز بخونه نه سابقه این کارو داره، گفتم این بیاد بخونه از این قطب به اون قطب، کسی نباید بگه اینو چرا آوردی. گفت بله هرچی شما بگی. گفتم حقوق هنرمندانو من تعیین میکنم. گفت بله. بعد هم یادم میرفت و هی حرفامو تکرار میکردم. میگفت این شرطها رو هفته پیش گذاشته بودید و من هم قبول کرده بودم. بهش گفتم آقای قطبی من کسی نیستم که از جاهایی به من تلفن کنن و دستور بدن و سفارش کنن. گفت از چه جایی میتونن به شما دستور بدن؟ گفتم از کاخ اولیا حضرت شهبانو. خب قوم و خویش فرح بود. از کاخ اعلیحضرت شاهنشاه آریامهر، اعلیحضرت ملکه مادر، همینطور اسم بردم. گفت اگه همچین تلفنی به شما شد شما گوش نکنید. گفتم من کی باشم که گوش نکنم؟ با کدوم تانک و توپ جلوی اینها وایستم؟ من کی هستم که جلوی کسی وایستم؟ گفت شما ترتیب اثر ندید. من جوابشو میدم و واقعا هم تا آخر رو حرفش وایستاد. بالاخره گفتم 1-2 روز به عنوان مستمع آزاد میرم رادیو ببینم چی میشه. قطبی جهانبانی رو صدا کرد و گفت آقای ابتهاج به عنوان قائم مقام مدیرعامل میان به رادیو و هر کار دلشون بخواد میکنن. گفتم نه آقای قطبی. با کمی عتاب و سرکشی. سرخ شد. خب جلوی رئیس دفترش بود دیگه. آقای ابتهاج به عنوان مستمع آزاد میاد، بگین راش بدن. قطبی سرشو پایین انداخت و گفت هرچه ایشون میگن. چند روز بعد آقای میر نقیبی متصدی گلها به من گفت آقای ابتهاج کی تشریف میارید؟ گفتم آقا قرار نیست من تشریف بیارم رادیو، قرار بیام و دوستان شما رو زیارت کنم و ببینم وضع و نحوه کار چجوریه. بالاخره چند روز بعد رفتم. تا وارد اتاق میر نقیبی شدم از جاش پا شد و میز رو به من تعارف کرد. گفتم آقا بشین سر جات، من که نیومدم جای شما رو بگیرم. بعد که دیدم که چه بساطیه اونجا، سرش رو تکان میدهد. گفتم آقای میر نقیبی برنامه چیه؟ گفت امروز آقای گلپایگانی و فرهنگ شریف و اسدالله ملک قرار برنامه ضبط کنن. گفتم چه کار میکنید؟ گفت میان بعد معلوم میشه. نشستیم و گپ زدیم. قرار بود ساعت 6 برنامه ضبط کنن، شد 6:30 7. گفتم آقا چی شد؟ زنگ زد به شریف. شریف گفت گلپا اومده؟ گفت نه هنوز. گفت هر وقت گلپا اومد به من زنگ بزنن.
گلپا زنگ زد که فرهنگ اومده. گفت نه هنوز. گفت پس هر وقت فرهنگ اومد به من زنگ بزن. گفتم آقا این که نمیشه، بالاخره یکی یکی اومدن. بعد گفتن خب چی بخونیم؟ تو کاغذها جستن، یه ورق رو انتخاب کردن. بعد گفتن بیات ترک بخونیم. اون گفت نه اصفهان بخونیم. خلاصه رفتن تو استودیو و یه برنامه پرت و پلایی شد. به هر حال چند روزی رفتم و دیدم وضع اینطوره. رفتم پیش قطبی و گفتم نه. قطبی بی اون که من چیزی بگم گفت که شما کسی رو بیکار نمی کنی. من برای آقای میرنقیبی کار شایسته ای رو در نظر گرفتم. از لحن و حالت من فهمید که من نمیخوام جای میرنقیبی رو بگیرم. گفتم این که وضع رفتار با موسیقی نیست. خواننده و نوازنده بدون تمرین و آمادگی میرن برنامه ضبط میکنن. قطبی گفت ما درست به همین دلیل میخوایم شما بیاین. از حرفهای من فوراً دلیل درست میکرد. آدم خیلی زیرکی بود. گفتم نه آقا، موسیقی رادیو نه، من فقط میرم برنامه گلها. از مصاحبت با سایه دستگیرم شد که او برای قطبی احترام باطنی عمیقی قائل است، بسیار بیشتر از آنچه به زبان می آورد و کاملا به نقش مؤثر او در فراهم کردن زمینه کار برای خود به دیده قدردانی می نگرد. دقیقاً از کی به رادیو رفتید؟ سال 51، خرداد 51. از سال 51 تا 53 من فقط برنامه گلها رو به عهده گرفتم. بعد از سال 53 دیدم نمیشه. برنامه گلها بسته این بود که آهنگ ساخته بشه و در گلها به کار بره. پیشنهاد سفت و سخت قطبی هم از اول این بود که من کل موسیقی رادیو رو به عهده بگیرم که سال 53 بهش گفتم من قبول میکنم این مسئولیت رو. از 53 تا 57 کل موسیقی رادیو به عهده من بود. روز اول کارتون در رادیو یادتون هست؟ بله کاملا. روز اول که رفتم همه رو جمع کردم. آقای تجویدی، آقای فلان، آقای فلان، آقای فلان، نوازنده، خواننده. گفتم من یه شنونده موسیقی هستم، نه بیشتر. نه ساز میزنم، نه آهنگ میسازم، نه آواز میخونم. ولی از پیش از نوجوانی عاشق موسیقی بودم و یه چیزهایی رو پیش خودم یاد گرفتم. به شما هم میتونم امتحان پس بدم اگه از من بپرسید. یعنی یه آدم حالوی بیخبری نیستم و ردیف و گوشه ها رو بلدم، ولی در حد یک شنونده موسیقی. گفتم یه شنونده عاشق موسیقی هستم و تازگی هم نداره. عادت کردم که موسیقی انواع ملل رو گوش بدم. کلکسیونی از موسیقی کلاسیک دارم که کمتر آدمی با این دقت و سلیقه موسیقی کلاسیک جمع کرده. موسیقی ایران رو هم از قدیمی ترین دوره هایی که ضبط شده میشناسم و طبعا سلیقه خاص خودم رو هم دارم. من تو خونه خودم به فلان آواز گوش میکنم. اصلا طاقت ندارم که فلان آواز رو بشنوم. ولی رادیو خونه من نیست. رادیو مال همه مردم ایرانه. سلیقه من تو خونه قابل اعمال و اینجا همه برای من مساوی هستند. همه خواننده ها، همه نوازنده ها، حتی کسانی که دور از شماها به نظر من صلاحیت خوندن و نواختن رو ندارن، ولی چون سالها تو رادیو بودن برای من محترمن. هر کسی در ماه سهم مساوی از پخش داره. کار من اینجا اینه که همه امکانات رو برای کار کردن شما فراهم کنم و در هر لحظه‌ای که شما بگین حالا حالشو دارم و میخوام ساز بزنم، استودیو در خدمت شماست. میخوام بهترین صدا بردار در خدمتتون باشه، اله باشه، بله باشه. هر قدر میخواین تمرین کنید. کار من اینه که امکانات رو برای شما فراهم کنم، نه بیش از این. البته از شما میخوام که با وجدان کار کنید و همین کار رو هم انجام دادم. تا یادم نرفته استاد، قبل از اینکه قبول کنید که برید به رادیو با کسی مشورت کردید؟ بله، با دوستم احمد لنکرانی مشورت کردم. خب اون موقع فضا خیلی چیز بود دیگه، روشن فکرها و فلان و اینا. این مسئله رو که آدم بره تو دستگاه کار بکنه بزرگترین گناه میدونستن.
احمد به من گفت که من تو رو میشناسم و ثبات قدم و قدی تو رو میدونم. هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه و هیچ کس نمیتونه سر تو کلاه بذاره. اما به همین علت برای تو نگرانم. یه روز پیش میاد که بگی نه و خودتو گرفتار میکنی. حرفشم درست بود. گفتم احمد جان، هر کاری بهایی داره که باید پرداخت کنی دیگه. پیشم اومد. من لیست حقوقها رو درست کرده بودم. با قطبی قرار داشتم که ساعت 10 صبح برم پیشش. رفتم به اتاق قطبی. سلام حالت چطوره؟ پاشو بیا و دستمو گرفت و گفت بیا، همه این اتاق پهلویی هستن، یه دقیقه بیا. من رفتم و دیدم بله یه جلسه‌ای هست که همه حضور دارن، فرازمند و گرگین و جعفریان و همه دارن درباره برنامه تاجگذاری بود چی بود یادم نیست، حالا بحث میکنن. من نشستم و کاغذهامو باز کردم روی میز، یعنی من به جلسه شما کار ندارم. آقای جعفریان داشت صحبت میکرد. آقای جعفریان توده‌ای سابق و ساواکی فعلی. یه مرتبه سر حرف رو برگردوند و گفت حالا که جناب ابتهاج تشریف دارن خوبه درباره موسیقی جشن‌ها صحبت کنیم. من یه نگاهی به قطبی کردم. اینطوری اخم و ملامت و عتاب و بی‌حوصلگی سرجمع نگاه سایه است و ورقه هامو جمع کردم و شلپ کیفمو بستم و سرمو انداختم پایین. قطبی اون ور میز نشسته بود. تند وارد بحث شد و گفت اجازه میدید من چند کلمه صحبت کنم؟ حالا من اخم کرده نشستم. قطبی گفت من از طرف خاندان جلیل سلطنتی اعلام میکنم که برای این مراسم هیچ آهنگ و سرودی لازم نیست. بعد گفت ما که جوان بودیم و سوئیس درس میخوندیم و میرفتیم پیکنیک، خب از ملل مختلف بودن تو دانشکده ما و هر کی سرود خودشو میخوند. ما ایرانی ها هیچی نداشتیم بخونیم، گلپری جون میخوندیم و اونام خیال میکردن این سرود ملی ماست. من موافقم که سرود بسازیم، مثلا برای دریا و جنگل و کوه و آزادی و پرواز سرود بسازیم، ولی چه فایده داره که شما سرود برای 4 آبان بسازید و فقط همون روز میتونید پخش کنید. هیچ کس هم گوش نمیکنه و یاد نمیگیره و حفظ نمیکنه و میمونه تا سال دیگه. در نتیجه هیچ لازم نیست که برای این مراسم سرودی ساخته بشه. خب این حرفها رو که میزد من داشتم نگاش میکردم. چهره سایه شکفته و پر از رضایت است. اون هم همینطور گذرای نگاهی به هم کرد و انگار میخواست بگه خوب شد. من دوباره کیفمو تلخ باز کردم. قش میخندد. نمیدانید شلپ و تلخ صدای کیف را با چه کیفیتی ادا میکند. و کاغذهامو گذاشتم رو میز. گفت وقت آقای ابتهاج رو نگیرم. ایشون یه صورتهایی رو تهیه کردن و من تاییدش کردم. هنوز ندیده بود کاغذها رو. در واقع یه پاداش هم به من اینطوری داد. من کاغذهامو جمع کردم و پا شدم و یه سری برای قطبی تکون دادم و رفتم بیرون. یعنی قطبی درست سر بزنگاه به دادم رسید. یعنی اون روزی که من باید میگفتم نه و اون نگرانی که احمد داشت محقق میشد. قطبی نذاشت. خیلی آدم جالبی بود قطبی. من بارها شاهد چیزای عجیب و غریبی ازش بودم. 1-2 موردو بگید لطفاً. یه روز قطبی به انجوی شیرازی با پرخاش میگفت که این همه محدودیت و سانسور هست، شما چرا خودتونو سانسور میکنید؟ شما حرف خودتونو بزنید، اگه جلوتونو گرفتن من جواب میدم. یا یه روز که اومد زیرگوشی باهاش حرف زد، من میدیدم که قطبی هی سرخ میشه، چشاش خونی میشد واقعا. بعد یه مرتبه گفت به این مادر فلانا بگید که ما فیلم نمیدیم که شما ببرید کنترل کنید، میخواین فیلم ببینید بیاین اینجا. بعد گفت فلان شده ها فیلمی رو که امشب باید تو تلویزیون نمایش داده بشه اومدن میگن ببریم ساواک کنترل کنیم. خیلی آدم جالبی بود قطبی. استاد یه ارزیابی از اوضاع و شرایط رادیو وقتی وارد اونجا شدید بدید. حیثیت و اعتباری نداشت موسیقی ایرانی در جامعه. مثلا همین برنامه گلها
پیش از من یک کشکول بود، یه قطعه از این یه قطعه از اون، بدون هیچ ربطی. واقعا شعرها خراب و پراکنده، موسیقی بی ربط و پرت و پلا. من سعی کردم که تو هر برنامه شعرها از یک شاعر یا دست کم تو یک فضا و معنا باشه و با موسیقی بخونه. واقعا خیلی وضعیت اسفناک بود، حتی در دوره آقای پیرنیا. بله، کارهای پیرنیا خیلی کارهای مهمی بود، منتها شلخته بود و خبط و خطای زیادی هم داشت، هم از نظر شعر هم از نظر موسیقی، در حالی که اون دوره بهترین دوره موسیقی ما بود. آدمهای مهمی حضور داشتن در موسیقی. اون موقعی که من بودم، اگه این جوانها رو نیاورده بودم خیلی فقیر بودیم. در دوره پیرنیا آدمی مثل خالقی بود، مرتضی خان محجوبی بود، صبا بود. دوره اوج بنان و ادیب بود. از نظر آدم‌ها یه دوره درخشان موسیقی بود. با این همه موسیقی مقهور موسیقی کافه و کاباره شده بود. با ناراحتی سرش را تکان می‌دهد. عاطفه: فضای فرهنگی رادیو چطور بود؟ اوه، در رادیو فقر فرهنگی و معنوی نبود، بلکه خلأ معنوی وجود داشت. با تکیه و تأکید خلأ معنوی را بیان می کند. یه فضای مرده مرداب مانندی واقعا. نه کنجکاوی داشتن، نه معرفت داشتن، معرفت به کار خودشون حتی، و نه چشم داشتن کسی رو ببینن. حالا خسته شدم، فردا براتون میگم که چجوری بود محیط رادیو. سیگاری روشن میکند. در ضمن برای فردا هم دعوت شدیم. سالهای رادیو 2. گلهای جاویدان برنامه شماره 130 را میشنویم. مجموعه‌ای از بزرگان در آن هنرنمایی کردند. کسایی، عبادی، بنان، تجویدی، جلیل شهناز. سایه خوشبختانه حوصله دارد و باید از این فرصت استفاده کنیم. استاد، چند بار اشاره به باندبازی در رادیو کردید و گفتید عده‌ای هم با شما مخالف بودند. یکم در این موضوع صحبت کنید. در رادیو یه مناسبات نقدی و جنسی وجود داشت. نقدی و جنسی که میگم به معنی دقیق کلمه است. یه روز آقای فرازمند که مدیر تولید رادیو بود زنگ زد به اتاق من که جناب آقای ابتهاج. خب من فرازمند و از قدیم میشناختم و به من تو میگفت. فهمیدم کسی پیشش هست و جلوی او داره حرف میزنه. جناب آقای ابتهاج، اینجا یک بانوی محترمی هستند، میخوان چند دقیقه خدمت شما برسند. اجازه میفرمایید؟ گفتم تورج، چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ بگو بیاد دیگه. پرسیدن نداره. گوشی رو گذاشتم. من به پیش خدمت نمیگفتم کاری انجام بده. خودم 10 تا نوار میزدم زیر بغلم و از این استودیو به اون ساختمون میرفتم. چند دقیقه بعد که نوار به بغل داشتم میرفتم پایین، دیدم جلوی در یه خانوم جوون خوش قیافه که من دورادور اونو به اسم میشناختم و چند تا تصنیف هم خونده بود ایستاده. گفت من آقای فرازمند فرستاده. گفتم بله خانوم، اگه حرفتون مختصره همین حالا بفرمایید، من در خدمتتون هستم. اگر کار مفصلی دارید برید پیش خانوم انصاری، منشی من بود. من 10 دقیقه دیگه برمیگردم. گفت من حرفمو همینجا میگم. گفتم بفرمایید. گفت درسته که من از شوهرم جدا شدم، ولی این دلیل چیزی نیست. قرار بوده من یه تصنیفی رو بیام بخونم، یعنی پلی بک بکنم. اینطور بود که ارکستر میزده، بعد اینها میومدن گوشی میذاشتن و میخوندن. حالا چند ماه هی میرم و میام میگن تلفن بکنید. تلفن میکنم میگن اینجا که نمیشه و بیرون میخوان با من قرار بذارن و خلاصه از این حرفا. حالا من هی سرخ و زرد میشم. بهش گفتم خانم حتما شما درست میگین، ولی اجازه بدید من سابقه این کار رو نگاه کنم، بهتون خبر میدم. سابقه این کار رو خواستم. رادیو یه فرمی داشت، بالای صفحه دست راست نام آهنگ، نام آهنگساز، نام خواننده، نام شاعر، نام شعر و فلان. تو بخش خواننده 4 تا اسم رو خط زده بودند. 5می اسم این خانم بود، یعنی معامله با 4 نفر سر نگرفته بود. دیدم شعرش رو شورای قدیم شعر، ابراهیم صحبا و نیر سینا و اینا تصویب کرده بودند.
یه شعر پرت و پلای معمولی بود، البته عیب فاحشی نداشت ولی مفت نمیارزید مثل کارهای معمولی دیگه رادیو. آهنگ هم دیدم که تصویب شده. گفتم فردا این خانم بیاد کارشو اجرا بکنه. گفت ما فقط چهارشنبه ها وقت پلی بک داریم. گفتم اولین چهارشنبه بگید بیاد. تو اتاقم نشسته بودم. من همیشه در اتاقم رو باز میذاشتم چون میدونستم که پشت درهای بسته چه اتفاقاتی میفته. همیشه در اتاق باز بود. داشتم کارمو میکردم که دیدم کسی به در میزنه. سرمو بلند کردم دیدم اون خانومه. هل شدم چون اصلا یادم رفته بود قضیه اونو. گفتم لابد باز سرگردان شده. پرسیدم چی شد خانوم؟ گفت خوندم. گفتم انشالله خوب شده. گفت شما باید بپسندید. گفتم نه خانوم، این باید بره به شورای موسیقی، گوش میکنن. اگه خوندن شما ایراد داشته باشه بهتون میگن که دوباره بخونید، اگر نه که تصویب میکنن و میره برای پخش. انشالله کارهای دیگه بخونید. گفت اگه شما دستور بفرمایید. گفتم نه خانوم، من آهنگی ندارم به کسی بدم. آهنگسازها خودشون به خواننده ها آهنگ میدن. خلاصه او همینطور جلوی در وایستاده بود. من بهش نگفتم بفرمایید تو. من دیدم نمیره و اصلا باورش نمیشه. بعد با یه حالتی گفت فرمایشی ندارید؟ باور نمیکرد که تموم شد. خداحافظی کرد و رفت. یا یه خانومی یه نامه نوشت. من از ترس اینکه نامه به دست کسی نیفته بردمش خونه و تو خونه پارش کردم. نوشته بود من فلانی هستم و آقای فلانی از معروف ترین نوازنده ها و آهنگسازان رادیو، هنوز هم دلم نمیاد اسمشو بگم، 5000 تومن از من گرفته تا این آهنگو به من داده و بعد به من فلان پیشنهادو کرده و من دلیلی نداره که برای یه آهنگ برم بغل آقا بخوابم و میخوام برم دادگستری. خب این آبروی همه رو میبرد. یه هنرمند مشهور و سرشناس که زن و بچه هم داشت. من سعی کردم تا اونجا که ممکنه نذارم این اتفاقها بیفته. متاسفانه خیلی از این مسائل تو رادیو رواج داشت. یا مفاسد مالی که واقعا بیداد میکرد. مثلا میدیدید فلان تصنیف فلان خواننده در شبانه روز 15 بار از رادیو پخش میشد و اون تصنیف رو به سر زبونها مینداخت. اون کسی که این نوار رو در آورده به اپراتور پول میداد تا فلان آهنگو پخش کنه. ببینید اخبار رادیو مثلا ساعت 2 شروع میشد و از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر فقط خبر بود. یه وقتی هست که خبر 40-50 دقیقه طول میکشید و گاهی هم 10 دقیقه بود اخبار. از 2 و 10 دقیقه تا 3 بعد از ظهر رادیو موسیقی پخش میکرد. موسیقی پیش بینی نشده هم بود. یعنی اپراتور که اون روز کشیک بود میرفت آرشیو یه مقدار نوار میگرفت میذاشتم دستش که اگه اخبار زودتر تمام شد پخش کنه. بعد من صاحب این نوار میگم آقای ابتهاج اپراتور وقتی میخوای آهنگ پخش کنی این نوار رو پخش کن. یک پولی هم میداد. یا تو برنامه‌های موسیقی رادیو مثل برنامه گلها، تو اون هم تجارت میشد. اول کسی که برنامه‌های گلها رو انتخاب میکرد و برای پخش میداد رفیق آقای فلانیه. شما میدیدید که شنبه، یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه از فلان آقا داره پخش میشه. وقتی من رفتم رادیو دیدم اصلا خبری از بنان و این آدم ها نیست. نشستم یه برنامه هفته‌ای نوشتم. شنبه بنان، یک شنبه فلان خواننده، که فقط سلیقه من نباشه که بنان رو دوست دارم پس فقط بنان پخش بشه. شنبه ها 1:30 تا 2 بعد از ظهر باید بنان پخش بشه. همین مسئله اصلا گرفتاری شد. می اومدن می گفتن آقا اینها که دیگه کارهای گذشته است. می گفتم بله اصلا موسیقی ما همینه. خلاصه سهمیه بندی کردم. بعد هم ناچار شدم بشینم همه برنامه‌های قدیمی رو گوش کنم که غلط‌های فاحش نداشته باشه. اینطوری انتخاب کردم. همه این کارها هم برام دشمن درست میکرد. اصلا گاهی ساواک پشت سر یک خواننده بود. مشخصا کی استاد؟ خانم 3 خواننده. یه روز آقای تجویدی اومد تو اتاق من گفت آقای ابتهاج میتونید 1 دقیقه به شورای موسیقی تشریف بیارید؟ رفتم اونجا. جواد معروفی و حبیب الله بدیعی و آقای تجویدی نشسته بودن تو شورا. گفت این نوار رو گوش کنید.
گذاشت تو دستگاه. مرغ سحر بود. خواننده خانم فلان لبخند معناداری میزند. گفت نظرتون چیه؟ گفتم تصنیف مرغ سحر کار مرتضی خان نیدابوده. شعرش از ملک الشعرای بهاره. این در دوره رضا شاه و محمد رضا شاه پخشش ممنوع بوده. جنبه سرود ملی پیدا کرده و از کارهای جاودانی موسیقی ما شده. با این تصنیف نباید شوخی کرد. این خانوم ملودی رو غلط خونده، شعر رو غلط خونده، بد خونده، اصلا دیگه مرغ سحر نیست. معروفی گفت چقدر شما دقت داری، ذوق داری، پیرشی. تجویدی هم گفت آقا ما همین نظر شما رو اینجا نوشتیم، شما زیر این کاغذ رو امضا کن. گفتم نه آقای تجویدی، این کار شوراست. گفت نه آقا عیبی نیست. اصرار کرد. عاقبت گفتم باشه و امضا کردم. تا امضا کردم تجویدی گفت آقای ابتهاج برای امضای ما که هیچی، برای امضای شما هم تره خورد نمی کنن. لحن عصبانی استاد تجویدی را نشان می دهد. گفتم نه آقای تجویدی من با کسی شوخی نمی کنم. گفت باشه، چشمتون روز بعد نبینه. من جمعه داشتم باغچه رو آب می دادم و دیدم تو رادیو فریدون فرخزاد اومد و تبل زد که خانم فلان صدای شوخ و شنگ فریدون فرخزاد را تقلید می کند. خب خانم برای ما چی آوردین؟ گفت 2 تا آهنگ دارم. آخه خواننده ها خودشون رو صاحب آهنگ میدونن، آهنگ فلان و مرغ سحر. من گفتم وای من فردا چطور برم رادیو و تجویدی رو ببینم؟ تلفن کردم به پخش رادیو، یا اپراتوری اونجا بود. گفتم کی گفته که این آهنگ رو پخش کنی؟ گفت آقا چرا سر من داد میزنی؟ من یه اپراتورم، هر نواری به من بدن پخش میکنم. گفتم ببخشید شما درست میگی. تلفن کردم قطبی، نبود. تلفن کردم فرازمند، نبود. خلاصه شنبه قطبی رو پیدا کردم. گفتم من دیگه نمیتونم کار کنم. آدم هایی که به گفتن که برای امضای تو هم تره خورد نمیکنن، من دیگه چطور میتونم با اونها کار کنم؟ گفت حق داری ولی بذار من خودم به این کار رسیدگی کنم. عاطفه خانم از سال 55 تا 57 من این قضیه رو دنبال کردم. قطبی دنبال کرد ولی به هیچ جا نرسیدیم. پوزخند بلیغی میزند. یه روز این خانم با یه آقایی اومدن به اتاق من. از قضا تجویدی هم تو اتاق من نشسته بود. این خانم گفت که آقای ابتهاج شما چرا با آهنگ من مخالفت کردین؟ با خنده گفتم مگه شما آهنگ هم میسازید؟ فوراً جو رو شکستم. گفت اون آهنگی که من خوندم. گفتم مگه شما خواننده اید؟ بور شد. گفتم خانم جان شما از جون این موسیقی چی میخواین؟ هر کی از ننش قهر میکنه میاد خواننده میشه. داد زدم که از جون موسیقی چی میخواین که هر کی از راه میرسه خودشو همه کاره اون میدونه. خب تجویدی هم نگران شد که یکی به این صراحت حرف میزنه و هم لذت میبرد که یکی هست که این حرفا رو میزنه. خانوم فلان هم دید که حریف من نمیشه. گفت پس اجازه بدین من بیام تو کلاس های شما شرکت کنم. گفتم نه خانوم این برای خواننده هاست. اون موقع کلاس آواز داشتیم که شجریان و ادیب خانساری تدریس میکردن. گفتم اونهایی که خواننده هستن میان برای دوره تکمیلی، ما برای مبتدی که صدا هم نداره که کلاس نداریم. خیلی تند و حتی بی‌انصافی هم کردم. خلاصه گذاشت و رفت و تو دلش گفت ول معطلی. فریدون فرخزاد هم زیر نظر شما بود؟ نه ولی میشناختمش که برادر فروغه. اون موقع یه پسر جوان بود که جلوی آینه هی موهاشو شونه میکرد. میخندد. آیا در بین مدیران رادیو و تلویزیون هم مخالف داشتید؟ بله. تورج فرازمند که دوست قدیمی من بود و از 10 سال پیش دوست مشترک من و نادرپور بود. یکی از مانعهای اصلی کارهای من تو رادیو بود. چرا؟ مگه منافع اونو به خطر مینداختید؟ منافع خودش رو نه ولی منافع آدمهایی که با او مربوط بودن رو به خطر مینداختم. میرفتن میگفتن این که نمیشه. روش کار من منافع خیلی ها رو به خطر میانداخت. مثلا چه کسانی رو؟ همه اونهایی که تو رادیو مناسبات گسترده نقدی و جنسی داشتند. اونها دشمن من بودن. عاطفه: استاد باز خاطره ای از دشمنی ها و مخالفت ها دارید؟
اوه فراوون تا دلتون بخواد. عاطفه: لطفاً تعریف کنید. لبخند میزند، یک استکان چای می نوشد و کمی به موسیقی گوش می کند. در شلوغی های پیش از پیروزی انقلاب دوست من احمد لنکرانی هر روز به من می گفت سایه یک قفلی به در خونت بنداز. خونه من یه در نرده‌ای داشت که دستو از لای نرده می کردی تو در رو باز می کردی. من هم می گفتم احمد جان ما که چیزی نداریم، دزد اگه بیاد یه چیزی باید بذاره و بره. ولی احمد هر روز تاکید میکرد تا اینکه یه روز رفت یه زنجیر خیلی کلفت و قفل بزرگ آورد و انداخت به در. گذشت تا انقلاب شد و شبها ساعت 2-3 بعد از نصف شب یه زنی به خونه ما زنگ میزد و فحش‌های چارواداری عجیب و غریب میداد. من همش در فکر بودم که این کیه. بالاخره یه شب شناختمش. گفتم ده خانم فلانی شما چرا؟ تند گوشی رو گذاشت و دیگه تلفن نکرد. عاطفه: خانم فلانی؟ بله. با یک نگاه و صدای پر از حسرت و درماندگی میگوید در صورتی که من چقدر صدای فلانی رو دوست دارم. هنوز هم ما یه دوستی داشتیم به اسم رسول اردهالی. فرش فروش بود، اهل ذوق بود. او با بعضی از این اهالی موسیقی که با من مخالف بودند معاشر بود. اردهالی به احمد لنکرانی گفته بود که اینها تصمیم گرفته بودند تو شلوغی‌های انقلاب بیان خونه من آتیش بدانند. احمد هم نگران بود چون به هر حال تو اون خونه زن و بچه زندگی می‌کردند. عاطفه: چرا با شما انقدر بد بودند؟ به خاطر همین اختلافی که سر موسیقی با من داشتند. یه بار آلما اومده بود رادیو، تو استودیو شماره 8 ضبط داشتیم. همین خانم فلانی هم اونجا بود. ما مشغول کار خودمون بودیم. بعد فهمیدم که خانم فلانی به آلما گفته که آقای ابتهاج با فلان خانم ارتباط داره. واقعا کار به اینجا کشیده بود و میخواستن تو زندگی خانوادگی من هم اخلال کنن. پک عمیقی به سیگار میزند. حالا این از این طرف، ولی شما خیال میکنید دوستان با من چه کار میکردن؟ یادتون باشه یه روز اینو هم براتون بگم. استاد، چند بار از شورای موسیقی و شورای شعر اسم بردید. یه توضیحی درباره شورای موسیقی بدید. من وقتی اومدم شورای موسیقی رادیو رو 2 قسمت کردم چون همیشه بینشون دعوا میشد، گلاویز میشدن با هم. مثلا مرحوم حنانه با حبیب الله بدیعی دعواش میشد. من اومدم یه شورای موسیقی ایرانی درست کردم که آقای تجویدی توش بود و آقای معروفی بود و آقای حبیب الله بدیعی، و بعد هم یه شورا درست کردم برای کارهایی که از بیرون میومد و یا گاهی در رادیو ساخته میشد. فریدون ناصری، مرتضی حنانه، فریدون شهبازیان تو این شورا بودن که اینا کارهای پاپ رو بررسی میکردن. بعد تو شورای شعر من اومدم شهریار قنبری رو آوردم تو شورای شعر. خود قنبری باور نمیکرد، لبخند میزند. من همیشه به جوانها باور داشتم و حاصلش رو هم میبینید دیگه. شجریان، لطفی، علیزاده، مشکاتیان، شکارچی، این بچه ها که قبلا کسی بهشون محلی نمیذاشت. قدیمی های رادیو چه عکس العملی در برابر جوانگرایی و کارهای نوع شما در رادیو داشتند؟ نامه‌ای به من نوشت که خیلی ممنون از این که چکی فرستادید و یادی از من کردید و از این حرفا. هیچ نگفت شما فلان کارو کردین فلان کارو نکردید. اینطوری بود که اگه از شما آهنگی میذاشتم راضی بودید، اگه نمیذاشتم ناراضی بودید. یک خودبینی حقیرانه‌ای بود واقعا. اصلا دیوانگی بود تو رادیو کار کردن. البته آدم‌هایی مثل معروفی، تجویدی، همایون خرم دغدغه موسیقی داشتن و جوان‌هایی مثل علیزاده، لطفی و باقی بچه‌ها که اصلا جز موسیقی به چیزی فکر نمی‌کردن. غرق موسیقی بودن. لطفی 1 دینار از رادیو پول نگرفت. پیش اومد اساتید قدیمی پیشنهادی بهتون بدن، مشورتی بدن؟ هیچ. چرا؟ اونها نمیگفتن یا شما پذیرا نبودید؟ نمیگفتن. اصلا دغدغه شون نبود این کارها. ولی جوانها چرا؟ با کارهای ما پیوند داشتن. شیوه من اینطور بود که حرف همه رو میشنیدم ولی
کار خودم رو میکردم. البته حرف من حاصل جمع حرف همه اونها میشد. چاره ای نداشتم، برای اینکه خیلی حرفها فقط از روی مسائل شخصی بود. یارو دیشب با یکی عرق خورده بود، صبح میومد و میگفت فلانی خوب ساز میزنه، میخوام با او برنامه ضبط کنم. من توصیه هیچ کس رو قبول نکردم، حتی شهریار. امتیاز بزرگ من تو رادیو این بود که همه میدونستند من نه رشوه بگیرم و نه رشوه ده. عاطفه: قضیه توصیه شهریار چی بود؟ شهریار نامه ای نوشت که سایه جان فلان کس آدم خوبیه، ازش تو رادیو استفاده کن. یه آدم معتاد قراضه که رنگ صورت مثل موم بود و درویش فلان، میخوند و میزد پرت و پلا. من هم ترتیب اثر ندادم. حالا شهریار میخواد ناراحت بشه از من، خب بشه، چیکار کنم؟ به درویش گفتم با آقای شهریار سلام برسونید. پیش اومد اساتیدی مثل کسایی، شهناز، عبادی پیشنهادی بهتون بدن یا انتقادی از کارهاتون بکنن؟ هیچ. استاد یه توضیحی هم درباره شورای شعر رادیو بدید. وقتی من رفتم به رادیو یه شورای شعری بود که سیمین بهمهانی و عماد خراسانی و آقای ابراهیم صهباه و دکتر نیرسینا و آقای شهرآشوب، محمود سنایی متخلص به شهرآشوب توش بودن. این آقای شهرآشوب شعر میگفت و شعر خوبی هم میگفت، با حال و خیلی سوزناک. آدم خیلی بیازاری بود و خیلی هم احساساتی. یه کتاب به اسم شبگیر چاپ کرده بود و یه روز هم به من گفت که آقا شما اسم کتاب منو رو کتاب خودتون گذاشتید. گفتم ببخشید من هیچ توجه نداشتم که شما همچین کتابی داشتید. سختم بود که بهش بگم کتابتو ندیدم و شعرتو نخوندم، و یا حتی بگم کتاب من سالها قبل از کتاب شما منتشر شده. چطور آدمی بود؟ آدم بدی نبود، یا آدم شوریده بود که خیلی بد زندگی میکرد. لباس مرتبی نداشت و هوشیاری و ناهوشیاریش رو نمیشد تشخیص داد. حالا بگذاریم. این آقای شهرآشوب بعد از مدتی دیگه نیومد. از نیرسینا بگید. نیرسینا آدم شسته رفته‌ای بود، شاعر بود و تصنیف هم میساخت و تو رادیو سلطنت میکرد و ظاهراً رئیس شورای شعر هم بود. دکتر نیرسینا از دهنها نمی افتاد. چرا؟ برای اینکه تصنیف می ساخت، خنده معناداری می کند و روی تصنیف دیگران هم اظهار نظر می کرد و دست می برد و با گستاخی عوض می کرد. دانش ادبی و ذوق داشت. ذوق نمیدونم داشت یا نه، ولی ظاهرا دانش ادبی داشت. از شعر و تصنیفهاش خوشتون می اومد؟ هیچ، اصلا. شما ازش خواستین نیاد؟ اصلا او شأن خودش نمیدونست که حالا زیر نظر کسی دیگه کار کنه. با ابراهیم صهبا مشکلی داشتید؟ نه، ولی خب معلوم بود که من از کی خوشم میاد و از کی خوشم نمیاد. سابقه آشنایی داشتید با او؟ بله از قدیم. خب صهبا در تمام انجمن ادبی ها بود و همه بهش احترام میکردند، البته با خنده و تمسخر. با 72 ملت ارتباط داشت، به خصوص با وزرا و وکلا. واقعا نمونه بود در شعر بد ساختن. هنرش بیشتر در بدیهه سرایی بود، همین شعرهای خنک. بیشتر یه نوع کلام موزون میساخت و خیال میکرد شعره. ولی خب گاهی نکته سنجی های جالبی داشت. یه بار یک مصرع خیلی قشنگی به کار برد. یادم نیست این مصرع مالکیه. یه روز از سیمین بهبهانی خواستن شعر بخونه. سیمین هی من و من کرد و گفت یادم نیست و فلان. خیلی طول و تفصیل داد. صهبا گفت او تا بند قبا باز کنی صبح دمیده است. انقدر به جا این مصرع خوند که حد نداشت. صهبا آدم عجیب و غریبی بود. بهش میگفتن شعر بخون، میگفت همین الان ارتجالاً شعری گفتم و بعد دست میکرد از جیب کتش یه کاغذ ماشین کرده در می آورد. قش قش میخندد. صهبا به من و کسرایی حسودی میکرد. خب
تو مجلس ها خیلی به ما توجه میکردن. جوان بودیم، یک ریخت و قیافه هم داشتیم و شاعر هم بودیم به اصطلاح. او حسودی میکرد، حتی به زبون می آورد. کسرایی هم سر به سرش میذاشت که آقای صحبا یکی از اون شعرهای ارتجالیتون رو برامون بخونید. شما عذرشو از رادیو خواستید؟ نه آقای عظیمی، به خدا، به حضرت عباس نه، خودش نیامد. خب دید که ما نمیتونیم با هم کار کنیم، فطرتاً نمیتونیم با هم کار کنیم. به جای این 3 نفر کیا رو آوردید؟ فریدون مشیری و بعدن شهریار قنبری. البته تمام شعرها و آهنگهایی رو که قبول میشد و رد میشد خودم کنترل میکردم و کلی با فریدون جر و بحث میکردم که فریدون ناسلامتی، تو خودت شاعری، چرا این شعر رو قبول کردی؟ سالهای رادیو 3. استاد، چند روز قبل گفتید که دوستان شما هم در رادیو خیلی با شما همراه نبودن. اگه اقتضای وقته در این باره صحبت کنید. رادیوچی ها ناچار بودن به من احترام بکنن، چون من احترامشون رو نگه می داشتم و به هر کدام از اینها در هر درجه‌ای که بودن احترام می داشتم. وقتی می اومدن به اتاق من از جام پا می شدم، می رفتم جلوی در بهشون دست می دادم، تا نمیشستم. خلاصه رادیوچی ها مثل بدیعی و حتی تا حدودی تجویدی در ظاهر خوب برخورد می کردن. خب من تجویدی رو از خیلی قبل‌تر میشناختم. مثلا آقای تجویدی به من میگفت آقای ابتهاج، شما میدونید که من چقدر به شما ارادت دارم. من چند تا آهنگ عالی دارم که به محض اینکه آماده شد میارم خدمتتون. میگفتم آقای تجویدی هیچ عجله نکنید، بذارید خوب پخته بشه، آماده بشه. آهنگ شما از سر ما زیادیه، من از خدا میخوام، ولی عجله نکنید. اینطوری میگفتم که خیال نکنن ما معطل موندیم. آخه اینها در ظاهر خوشوبش میکردن با من، ولی کار نمیدادن به ما. یه روز فریدون شهبازیان به من گفت که آقا به ما آهنگ نمیدن. گفتم قصه نخور، من 1000 تا آهنگ دارم. با تعجب منو نگاه کرد و خیال کرد که من خودم آهنگ میسازم. گفتم بازسازی کارهای قدیمی ها. این کار رو کردیم و گرفت. چند نفر رو مأمور کردیم نشستن از روی صفحه ها شعرها رو نوشتن. یادم فریدون مشیری هم می اومد. صفحه ها هم اغلب مفهوم نبود. من بیشتر این صفحه ها رو حفظ بودم. می گفتم کدوم جمله رو نفهمیدی؟ می گفت فلان. می گفتم فلان جمله اینه. چند نفر هم نوت می کردن و به هر حال شروع کردیم به بازسازی آثار قدیمی ها. چند نفر مثل جواد معروفی، یادش بخیر، خیلی آدم نجیب و شریفی بود و همایون خرم با ما کار میکردن و تو این باندبازی ها نبودند. واقعا آقای عظیمی اون زمان من شبانه روز برای رادیو وقت میذاشتم. اصلا یکی از علتهای مهم بیرون اومدنم از سیمان تهران کار من تو رادیو بود. اون موقع که هنوز تو سیمان هم بودم شبها تا 1 و 2 بعد از نصف شب تو رادیو بودم. بعد هم که از سیمان ما را بیرون اومدیم میخندد. دیگه از صبح زود میرفتم رادیو تا 1 و 2 شب یک سره. یه شب اومدم خونه دیدم چراغ‌ها روشنه، رفتم تو اتاق دیدم آلما و 4 تا بچه ها نشستن. همین طوری اخم ممتعی میفرماید. من اول نگاه کردم دیدم آلما و 4 تا بچه ها همشون هستن و بلایی سرشون نیامده، ولی همشون اخم کردن. خب من هم که حوصله این کارها رو ندارم. من هم اخم کردن. ای زن اخم ممتعی میفرماید. بعد آلما به بچه ها گفت خودتون بگید دیگه، بگین دیگه، خودتون به باباتون بگید دیگه. بچه ها یکی یکی شروع کردن ما پدر نداریم، ما پدرمون رو نمیبینیم، پدرمون هیچ وقت نیست. اعتراض مظلومانه بچه ها را بازسازی می کند. من هم داد را کشیده تلفظ می کند. کان نهو شدت فریاد دیوارهای صوتی را می شکند. من هم داد زدم که مگه من رفتم رقاصی عیاشی، مگه من سینما رفتم، طلبکار شدم. اونها هم رفتن گرفتن خوابیدن. به به جناب استاد، در این دوره آخر الزمان و روزگار زوال اقتدار مردانه
حضرت عالی حجت ما بر قابل اجرا بودن کریمه رجال و قوامون علی النساء هستید. عاطفه پوزخند قرا و بلیغی میزند، سایه هم لبخند حکمت آمیزی زده است. بله، بعد هم که این جوانها رو آوردم و گروه شیدا و عارف تشکیل شد. استاد، درباره تشکیل گروه شیدا بیشتر صحبت کنید لطفاً. گروه شیدا یه عده از بچه‌های موسیقی بودن که بیشتر بچه‌های دانشگاه رفته بودن. از نظر نوازندگی این بچه‌ها هنوز بی تجربه بودن و لطفی نه تنها سرپرستی گروه شیدا رو میکرد، کار تعلیم اونها رو هم بر عهده داشت. گروه شیدا رو تشکیل دادیم که اینها بیان هفته 1-2 جلسه تمرین بکنن در رادیو. من گفتم این بچه‌ها میتونن بیان تمرین بکنن و فعلا از اینها برنامه نمیخوایم. در واقع احتمال و امکان این که در اون زمان از اینها برنامه ضبط و در رادیو پخش بشه وجود نداشت. هنوز خیلی خام بودن. قرار شد بیان تمرین بکنن و یه پولی هم بگیرن. پول مختصری هم بود. این برای چه سالیه؟ سال 53. شما چه تأثیری در تشکیل گروه شیدا داشتید؟ من اگه نبودم که این گروه اصلا تشکیل نمیشد. اختیار این کار با من بود. میفرمودید استاد؟ بله، نزدیک به 3 ماه که گذشت من به لطفی گفتم که اینها باید برنامه بدن. لطفی خیلی تعجب کرد. اعتراضی نکرد ولی تعجب کرد که این برخلاف قرار اولیه ماست که اینها بیان تمرین بکنن ولی برنامه ضبط نکنن. من تشخیصم این شد که این بچه‌ها فقط میان میزنن و میرن. گفتم آقای لطفی تا برنامه از اینها نخواهیم پیشرفت نخواهند کرد. لطفی هم قبول کرد. به بچه ها گفتیم که شما تمرینتون باید طوری باشه که قابل ضبط باشه. اولین کاری که ازشون ضبط کردیم یه تصنیف از شیدا بود. گروه شیدا هنوز اسم هم نداشت. تصنیف علی ساقیا رو مرضیه اومد خوند و چون کار شیدا بود من هم اسم گروه رو گذاشتم گروه شیدا، که آقای برومند گفت چرا شیدا گذاشتید؟ شیدا یعنی دیوانه. اون معنای شیدا رو گرفت. من گفتم آقا به خاطر علی اکبر خان شیدا، آهنگساز معروف. از اون روز به بعد قرار شد که هر هفته اینها تولید بدن. هفته یک پیش درآمد، یک رنگ و یک تصنیف از اینها ضبط کردیم. بعدها که کارشون تو گلچین هفته معرفی کردم صاحب نام شدن و مردم فهمیدن که گروه شیدایی هم وجود داره و کم کم آوازه گروه شیدا به خارج از کشور هم رفت. این تأثیر رادیو بود دیگه. در گلچین هفته و کار رادیو بود که لطفی شناخته شد، مشکاتیان شناخته شد، علیزاده و فرهنگ فر شناخته شدن. تا قبل از این که به رادیو بیان و در یک دایره خیلی محدودی شناخته شده بودند. شناخت عام اینها از طریق برنامه گلچین هفته بود. کارهاشون ضبط میشد و از گلچین هفته پخش میشد. همین باعث شد که دیگران هم از مرکز حفظ و اشاعه که اونجا دفن بودن با اومدن به رادیو شناخته بشن. واقعا تو 4 دیواری مرکز دفن بودن و صرفاً گاهی تو جشن هنر برنامه اجرا میکردن و برنامه هاشون حتی برنامه های جشن هنر از رادیو پخش نمیشد و به همین دلیل شهرت عامی نداشتن. بعد اینکه کار این جوون ها گل کرد خیلی از این رادیوچی ها چشم نداشتن علیزاده و لطفی و این بچه ها رو ببینن. از آقای تجویدی پرسیدن که ساز لطفی رو شنیدی؟ گفت شنیدم. گفتن ساز علیزاده چی؟ گفت نمیشناسم. بابا جان چطور میشه علیزاده رو نشناسی؟ یا از آقای شهناز پرسیدن که ساز آقای لطفی رو شنیدی؟ گفت آقای لطفی ساز نمیزنن، ساز رو تنبیه میکنن. اما این بچه ها همیشه احترام این استادها رو داشتن. لطفی همیشه از آقای شهناز تجلیل کرده. آقای شهناز هم دید که لطفی ادعایی نداره و به او احترام واقعی میذاره. در حقیقت لطفی با احترام به شهناز به موسیقی احترام میذاشت. این اواخر شنیدم که شهناز چند جا از لطفی به خوبی اسم برده. خلاصه در این هنگام که ما جون میکندیم که خودمون رو سرپا نگه داریم،
لطفی یه روز اومد به من گفت که محمد رضا شجریان میگه من نمیخونم. چهره مبهوت سایه: آقای شجریان سال 55 چند تا مصاحبه کرده بود. بریده جرایدشو هم من دارم که خواننده های کافه و کاباره شبی فلان قدر درآمد دارند، یعنی ما نباید زندگی بکنیم و انصافا هم حرفش درست بود. لطفی اومد گفت که محمد رضا میگه من نمیخونم. یادم نیست حالا برنامه‌ای داشتیم، کنسرتی بود. گفتم آقای شجریان که میدونه ما در چه وضعی هستیم. ما هستیم و یه خواننده. آقای شجریان اومد رادیو پیش من تو اتاق خودم نبودم، تو اتاقی بودم که برنامه گلچین هفته رو اونجا درست میکردم. احوال پرسی کردیم و نشستیم. گفتم آقای شجریان راست گفتن که دیگه نمیخواین بخونین؟ گفت بله. گفتم برای هر آواز 20,000 تومن میخواید؟ گفت بله. این بله ها مثل چاقوی بود که تو قلبم فرو میشد. من و شجریان شب و روز با هم بودیم. یه دوستی و صحبت و علاقه متقابل عمیق بیرون از حرف موسیقی بینمون بود. روابط خانوادگی داشتیم. هفته‌ای 7 روز خونه همدیگه بودیم. باور کنید که من به زور جلوی گریه خودم رو گرفتم. گفتم آقای شجریان من اگه همه دنیا رو داشتم برای یه دهن آواز تو میدادم. مرد حسابی، حالا که قیمت رو آوازت میذاری یه قیمت حسابی بذار. یعنی من 20,000 تومن بهت بدم میخونی؟ گفت بله. گفتم این که مشکلی نیست، من همین الان 20,000 تومن رو بهت میدم. گفت آقا اختیار دارید. گفتم یعنی منو قبول داری؟ گفت آقا اختیار دارید. گفتم خب فردا ساعت 5 بعد از ظهر قرار میذاریم بیا بخون. گفت بله چشم. با همین صراحت، آنقدر صدا و چهره سایه غمگین است که قابل وصف نیست. زبانش در دهان نمیگردد. گفتم آقای شجریان قمر که دیگه نیست بخونه، بنان هست و دیگه نمیتونه بخونه. چشمانش پر از اشک میشود. تو رو خدا وقتی رانندگی میکنی مواظب باش. زبونم لال، اگه تصادف کردی و مردی من این 20,000 تومن رو به کی بدم بخونه؟ با تعجب منو نگاه کرد. گفتم آقای شجریان نرخ ما همون 800 تومنه، هر وقت خواستی بیا بخونه. انگار فکر میکنم که تو هم مردی. تو خیال میکنی دنیا تعطیل میشه؟ بعد از تو یکی دیگه میاد، یکم بدتر یکم بهتر از تو میخونه. چنان که تو بعد از دیگران اومدی، بعد از اقبال و سلطان اومدی، بعد از تاج اومدی، بعد از قمر اومدی، بعد از ادیب اومدی، بعد از بنان اومدی. دنیا که تموم نمیشه. سرخ شد و سرش رو انداخت پایین. فکر نمیکرد بعد از این همه مقدمه چینی چون این حرفی رو بهش بزنم. یکم نشست و بعد رفت و وقتی رفت من زار زدم به گریه. 1 سال و خورده‌ای شجریان برای ما نخوند و جالب این که روابط خانوادگیمونو داشتیم. تو خونه ما لطفی ساز میزد و او میخوند. از رادیو هم کارهای قدیمیش پخش میشد، ولی نبودش خیلی اثر بدی گذاشت. لطفی هم تضعیف شد چون یه بالش از بین رفت. 1 سال و خورده‌ای گذشت. یادمه یه روز شجریان 6 بعد از ظهر اومد خونه ما. نشستیم و از هرچی حرف زدیم جز موسیقی. من مواظب بودم که حرف موسیقی پیش نیاد. ساعت 6:30 یا 6:45 خانم شجریان زنگ زد. گفت محمد رضا اونجاست؟ گفتم بله. گفت ما ساعت 8 یه جا مهمونیم. گوشی رو دادم به شجریان گفت شما حاضر بشین من میام. نشستیم. آلما هم بود و داشت بافتنی میبافت. منو صدا کرد و رفتم تو آشپزخونه و گفت سایه فکر کنم آقای شجریان میخواد باهات صحبت کنه. گفتم میدونم صبر کن. ساعت 7 شد، 7:30 شد. دوباره خانومش زنگ زد. گفت شما برید من خودم میام. 8 شد، 9 شد، 10 شد، 11 شد، 11:30 شجریان پا شد. گفت آقا اجازه میدید؟ گفتم خواهش میکنم. راه افتاد به طرف در. به در که رسید دستشو گذاشت به دستگیره در و ایستاد.
شجریان خیلی آدم سربلند و با غروریه. این جمله را کیف میکند و میگوید. بعد با یه صدایی که از ته چاه در بیاد بریده بریده گفت آقا اومده بودم که عرض بکنم که حالت کس کرده استاد شجریان را نشان میدهد. نمیتونست بگه، سختش بود. عرض بکنم که هر وقت بفرمایید. نذاشتم جملش تموم بشه. اشک در چشمان سایه حلقه میزند. نذاشتم بشکنه. خب من شجریان رو خیلی دوست داشتم، هنوز هم خیلی دوستش دارم. یه شجریان مچاله شده که به درد من نمیخورد. اصلا آدمیزاد مچاله شده به درد هیچ کس نمیخوره. بغلش کردم و گفتم آقای شجریان چی داری میگی؟ اگه توی برنامه‌ای لازم بشه که تو حتما بخونی، من به تو میگم آقای شجریان، من از شما استدعا میکنم که بیای و بخونی. تو که حرف منو زمین نمیزنی که. گل از گلش باز شد. دوباره بغلش کردم و بوسیدمش و رفت. سایه وقتی میگوید که استاد شجریان را بغل کرد و بوسید، با حرکات دست نشان میدهد که سر استاد شجریان را نوازش میکرده است. تلفن کردم به لطفی که فردا برو سراغ شجریان. گفت نه آقا و فلان. گفتم برو، یه چیزی میدونم که بهت میگم. هیچ توضیحی هم ندادم. حالا من فردا هی راه میرم و نگرانم که آیا لطفی رفته پیش شجریان یا نه. زنگ میزنم خونه لطفی، جواب نمیده. ساعت 8 شب لطفی زنگ زد به من. گفتم آقای لطفی کجایی؟ گفت آقا شما خودت منو خونه شجریان فرستادی. 8 صبح رفتم پیش محمد رضا، تمرین کردیم و کار کردیم از 8 صبح تا 8 شب. آقای عظیمی، لطفی و شجریان خیلی دلداده هم بودن. حقیقتا کار هنری میکردن. بذارید شیوه کار رو بهتون بگم. لطفی میگفت برنامه رو از اینجا شروع میکنیم، این مسیر رو طی میکنیم. شجریان پیشنهاد میداد که اینجا فلان گوشه رو میخونم. لطفی یا قبول میکرد یا میگفت نه محمد رضا، این گوشه به کار صدمه میزنه. تو فلان آواز رو میخونی، ساز فلان کار رو میکنه، فلان تصنیف رو میخونی و فلان و اینطوری اینجا تموم میکنی. بعد لطفی میگفت آقا شعرهاشو شما فکرشو بکنید دیگه. تمام برنامه رو مثل یک واحد هنری روش فکر میکردیم. مثلا همین کنسرت دانشگاه ملی، چاوش 6 سپیده، شجریان به من گفت آقا 2 تا 2 بیتی به من بدید که من میخوام تو گوشه نیریز بخونم. من دستم نمیرفت چون دیدم که بیتهایی از غزل رو میخونه، بعد یه تصنیف میخونه، بعد آواز میخونه. 2 تا 2 بیتی درسته که 4 بیته، ولی 2 تا واحد مجزاست. بنابراین کار هی تیکه تیکه میشه. 2 شب مونده به کنسرت در تالار رودکی یه برنامه‌ای بود. ما رفتیم اونجا و موقع برگشت پیاده اومدم خونه. شجریان گفت من نیم ساعت میام خونتون که اون 2 بیتی ها رو بگیرم. من وارد خونه شدم و رفتم بالا تو اتاقم و این شعر یادگار خون سرو رو ماشین کردم. 5 بیته، یعنی بیشتر از 2 تا بیته ولی یک واحده. ساختم و ماشین کردم. شجریان اومد و کاغذ رو دادم دستش. چهرش باز شد و گفت خیلی خوبه آقا، پس من برم تمرین کنم. و بعد اون آواز عجیب و غریب بی‌نظیر رو خوند. واقعا تمام برنامه ها رو با وجدان هنری کار میکردیم. به همه چیز برنامه ها فکر میشد. در نتیجه موسیقی ما از اون زاری و زبونی در اومد. تلاش کردیم اون غم شریفی که حافظ میگه از خدا دولت این غم به دعا خواستم به موسیقی برگرده. جرعه آب می نوشد و با هیجان و ذوق و غرور می گوید یه استثنایی بود آقای عظیمی، یه خواننده در حد شجریان که در تاریخ آواز ایران بی‌نظیره و یه نوازنده مثل لطفی که کسی نمیتونه منکر عظمت کارهای او بشه در یک زمان قرار گرفتن و در کنار این دوتا یک شاعری که موسیقی براش از شعر عزیزتره در خدمتشون قرار گرفت. یه استثناء
که هرگز تکرار نخواهد شد. برای همینه که اون کارها به وجود اومد. چشمهای سایه می درخشد. شاید به خرمن شکفته نغمه های ماندگاری می نگرد که اعتبار فرهنگ ایران است. جمال کعبه مگر عذر رهروان خواهد که جان زنده دلان سوخت در بیابانش.